بچه‌ها چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یک ولاگ جدید، ولگردی با عمو کوین پارت 1. قراره توی این ولاگ با هم دیگه بریم اول از همه بنزین بزنیم، بعد از اون قراره با هم دیگه بریم کمبینی یا همون فروشگاه 24 ساعته یه چیزی بگیریم من بخورم چون هیچی نخوردم. بعد از اون میخوام ببرم تو فروشگاه دست دوم به اسم هارد آف. Let's go. بچه‌ها داشتم الان اینو می اومدم یهو نوشته آرتا، فکر کنم بچه‌ها ایرانی‌ها. خب بچه‌ها این دقیقاً جاییه که الان اومدیم بنزین بزنیم. این سیستمشه. خب این سیستم خیلی باحالی دارن. بعد ما اونجایی که می‌خوایم الان با اپل پی پرداخت کنیم میزنیم اپل پی و بعد تاچ بزنیم. پس من الان یه دقیقه قطع می‌کنم دوباره وصل می‌کنم. اینجا باید بزنیم. بچه‌ها کارتو زدم. از اینجا داره ازمون میپرسه که پوینت کارت اینا بگیرین که مثلا یه سری پوینت بهتون بده. اینا ما نداریم. اسکیپ. بچه اینجا 3 تا داره، دیزل، پریمیوم که همون بنزین سوپر خودمون میشه و رگولار هم بنزین معمولی. ما رگولار رو میزنیم چون ماشینمون اصلا توربو شارژ نیستش. منتن بچه منتن رو بزنیم یعنی کامل میتونی بنزین بزنی فول. اوکی الان 152 ینه عوض نشده. تا وقتی هم که شما دارین بنزین میزنی اینجا شروع میکنه تبلیغ دادن بچه‌ها. شما هم میذاره تبلیغ ببینید حال کنید. خب بچه‌ها اونجایی که ماشین بنزین داشت تا نصف ما الان 15 لیتر تقریبا زدیم. ببینید چجوری معلوم میشه اینجاست. 15 لیتر تقریبا زدیم شد 2200 ین. 15 دلار فکر کنم. 15 16 دلار. اگر هم توجه کرده باشید همون اول متوجه شد که اول از ما کارتو خواست. یعنی اول از شما پولو میخواد بعد بنزین بزنید. این یکی از عجایب مهاجرت بود که اصلا تو ایران ما چیزی نداریم. ما همیشه بنزینو میزدیم بعد میرفتیم دم باجه وای میستادیم اون کارتشو میکشیدیم میومدیم بیرون. ولی اینجا نه، اینجا اول پول. خب بچه‌ها الان با هم دیگه می‌خوایم بریم یه نوشیدنی چیزی بگیریم با هم دیگه بخوریم و داشتم فکر می‌کردم که با هم دیگه بریم کمبینی. ولی خب الان اینجا من یه کافه دیدم توی خود پمپ بنزینه. من دوست داشتم که اینجا با هم دیگه بتونیم چیز جدید امتحان کنیم. انقدر کمبینی رفتم دیگه حالم داره به هم میخوره کمبینی. الان اومدم کافه دوتور دقیقاً کافه خود پمپ بنزین اینجاست. خب بچه‌ها بفرمایید چایی، بفرمایید تعارف نکنین. چقدر موامو بد زده این آرایشگره بابا، گند زده به موامون. چیه این خدا وکیلی؟ این کارو نکن. واقعا آرایشگره ژاپنی واقعا به درد نمیخورن. نمیدونم چرا این کارو میکنن. انگار یه چیزی میذارن سر آدم شروع میکنن دور کله آدمو میزنن. نکنیم بابا، زشته این کارو نکنیم. چایمون رو گرفتیم، فول بنزین زدیم، الان خیالم راحت شد واقعا. قراره با هم دیگه بریم هارد آف، بریم با هم دیگه فروشگاه دست دوم. لیتس گو. این شما و این هارد آف بچا خداییش خیلی بزرگه. تازه این فقط یه تیکشه، قشنگ اون پشتش کامل بزرگه. خب بچا من اولین جایی که همیشه توی هارد آف میام و نگاه میکنم همیشه بخش همین سیستما و ایناست. خب تازه این فقط یه بخش کوچیکشه، اون بعدش هم مثلا نشتو میرم. چرا میام اینجا؟ چون من تقریبا 1 ساله که میخوام واسه خودم یه دونه کامپیوتر بخرم و هی این دست میکنم و نمیخرم. هنوزم که هنوز نخریدم. نمیدونم واقعا کی قراره من بخرم این کامپیوتر رو، نمیدونم. ولی خیلی دوست دارم که خور جمع کنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا این کیس رو نگاه کن شما. این کیس خالیه MSI. مثلا کیسش رو جدا بخری، بعد یه تیکش دوباره یه موقع دیگه بخری. اینا که جمع شد من یه ولاگ بگیرم اینا رو اسمبل کنم. خیلی به نظرم ایده خفنیه. اگه دوست داشتین توی کامنت برام بنویسین این کارو حتما انجام بدم. واقعا ایدهشو دارم ولی چی میگن اون حسه نمیاد. همین الان بچه‌ها من یه دونه مدل MSI ایرفلو دیدم. این اگه شما بخواید نو بخریدش توی مثلا آمازون یا حالا سایت‌های دیگه تقریبا بعد 14 15 هزار پول بدین، یعنی $100 پولشه. ولی الان اینجا دقیقاً نوشو گذاشته و بدون هیچ خط و خشی بدون هیچ ایرادی گوشه 5000 ین. 5000 ین میشه تقریبا $30. $100 کجا $30 کجا؟ اینو اصلا این کابل قدیمی توش زیاده و اینا. شما مثلا اگه پلی استیشن 1 یا مثلا اینجور دستگاه داشته باشین قطعا اینجا میتونی پیدا کنی. این مادربردها رو نگاه کن، مادربرد خرابه اینا. یه سری سالمه یه سری خرابه. اینا رو برمی‌دارن قطعاتشو توی کیسای دیگه استفاده میکنن. بچا اینا رو نگاه کنید، تلویزیونه. این تلویزیونای کوچیکه. تو ژاپن بچا خیلی رایجه تلویزیون کوچیک، چون خونه‌ها معمولا مثل ایران یا مثل کانادا یا مثل کشورهای آمریکایی بزرگ نیست. همه چی اینجا مینیماله. واسه همین تلویزیونای کوچیک اینجا خیلی طرفدار داره و هنوزم که هنوز داره تولید میشه. یعنی اونجوری
فکر نکنی همش قدیمیه. این قسمت هم بچه واسه عاشقان گیتاره دیگه. اینجا رو نگاه کن، سر تا ته همه گیتار، مثلا سیگما 16 و 500 $100 تقریبا. بچه من مدل‌ها زیاد نمیشناسم. تاکامین مثلا الان نزدیک $300. این بالا هرچی میری بالاتر هرچی گرونتر میشه. مثلا این نزدیک $2-3 هزار الان. این الان نزدیک مثلا $3,000. چه گیتارهای خفنیه اینو. بخش جذاب مانیتور رو بچه اینجا رو نگاه کنید. الان مانیتور آلیانور میگن فکر کنم مال دله، 55,000 بچه. این نوش خیلی گرونه، خیلی گرونه. میگم نزدیک $1,500 باشه. این پایین هم همینطور یه مدل دیگه شه. اینجا بخش کنسولا هست. اینجا رو ببینی بور نینتندو. مثلا یه سریش جعبه داره، یه سریش نداره. یه سری مثلا اینا مال پلیستیشن های پورتابل. مدل کوچیک پلیستیشن وان. بچه اینجا خوراکه، یعنی کسایی که اینجا کلکسیون و کالکشن های مثلا خاص میخوام. الان پلیستیشن وان بچه 6,000 با کابلش و همه چیش بچه 9 6,000 بچه میشه تقریبا حقوق 5 ساعت 6 ساعت یه کارگرا توی ژاپن. واقعا مبلغی نیستش. دستگاه سگا، نینتندو، یادش بخیر واقعا. اینا ماریو کارت 4,000. وای بچه رفتم قشنگ تو فاز 7-8 سال پیش، 10 سال 15 سال پیش. یادش بخیر. بله اینجا ما انیمه های جذاب داریم بچه. یه تیکه هم که الان پشت سر من داری میبینی، خب یه تیکه که نیست، سر تا ته بچه همش سیدیه. وی، نینتندو، پلیستیشن 1، پلیستیشن 2. بچه اینجا رو نگاه کنی، همش مال پلیستیشن 2 و پلیستیشن 1 و ایناست. همه قدیمی. این کارتای دستگاه سگا بود، اونایی که قدیمی بازن میدونم، هم دوره‌ای ما که مثلا بازی میکردیم. پشتای اینجا وای من دارم میخوام. بچه قیمتش خیلی بالاست واسه یه کنسول قدیمی. 2,200 ینه، تقریبا حقوق 2 ساعت یه کارگر میشه توی ژاپن. ولی خب نمیارزه واقعا. مثلا $15 الان بدید فقط واسه همچین چیزی. من میگم اگه که کالکشن باز باشین دیگه. اینا رو ببینید بچه‌ها، مثلا اینا اصلا باکس داره، خب بدون باکس همینجوری گذاشتن 1,000 ین، میشه تقریبا $7-8. ببین یعنی همین یه تیکش خب اصلا میارزه تمام این استایل باکسای پلیستیشن 5 جدید. اصلا حسی که این بهتون میده هیچی بهت نمیده. بچه یه ذره دورتر میگیرم خودتون ببینید حال کنید. دوست داشتم ست کالکشن ماریو رو داشته باشم ولی هیچ وقت سیدیشو نداشتم. همیشه این سیدی که نه این کارتاشو من داشتم که میذاشتیم تو سگا. من خب متوجه نمیشدم چیزی، بچه بودیم دیگه. دوست داشتم همیشه کالکشن سیدیشو داشته باشم، عروسکای ماریو اینا رو داشته باشم، ولی هیچ وقت پیدا نکردم. نه که مثلا نتونم، پیدا نکردم. و تو ایران هنوزم که هنوز من واقعا پیدا نمیکنم چیزاشو، این کالکشناشو، این کلا گنده هاشو که مثلا اگه توی اینستاگرام منو فالو داشته باشین حتما عکسش هستش. یه کلاه گنده گذاشتم ماریوه. اصلا اینا رو واقعا پیدا نمی‌کنم. کاش که اینا توی ایران هم باشه. اگرم میشناسین توی کامنت ها بنویسین که بقیه بچه‌ها برن اونجا حتما خرید کنن. ناروتو رو دیگه قطعا میشناسید. من تمام کالکشن این بازی رو دارم، تمامشو دارم از صفر تا صد. اون ناروتو شیپودن بود، شیپودن 4 بود، 5 بود، استورما، نمیدونم همین نینتندو، همه‌شو دارم. خیلی واقعا من با این بچه‌ها بزرگ شدم، با این ناروتو من بزرگ شدم و هنوزم که هنوزه بازی میکنم، انیمه‌شو میبینم. انیمه بازم قشنگ میدونم چی میگن. یعنی واقعا اگه ناروتو رو دیده باشین و حوصله داشته باشین، ناروتو رو دیده باشین، نمیتونی دل بکنین ازش. 500 تا قسمت 500 تا قسمت، حوصله به خرج بدی یه بار بشین ببینیم، واقعا ارزششو داره. نه کوین خوبی داری؟ خوبی؟ خب بچه من اومدم دقیقا سر همین کیس. قیمتش خیلی خوبه بچه. اینه مشخصاتش، ومپایر سفته، فرست بلاد این شادو. یس RGB فن روشه، فیلتر مگنتی داره، مگنتیک فیلتر. و حالا این ورش که بچه این سایدش حتی معلوم نیست، اون ورش گلسه کلن. و ایرفلو هم که کلا دیگه یعنی هوا و اینا اوکیه، و RGB هم که اوکیه. قیمتش هم که از همه اوکی تر.
نیم ساعت بعده الان دقیقاً بعد از دقیقاً سکانس آخری که دیدین و الان بچه اینو گرفتم. این داستانشو بهتون توضیح بدم که اصلا چی شد و من چرا اینو گرفتم. این بچه 4000 دی ایرفلو معروف به شیمپین. بچه شیمپین توی ژاپن یعنی یه جنسی بوده که توی ویترین بوده و استفاده نشده. خب همونو دوباره بسته‌بندی میکنن و میفروشن، یعنی پشت ویترین بوده. بچه نوعه من حتی نذاش بازش کنم توی چیز تو خود اونجا، وقتی که خریدم تونستم باز کنم. یه کیس خوشگل رنگ مشکی. من حتی اون MSI هم دیدم یه ذره خط و خش داشت و دیدم کابلاش آویزونه، یکی دوتا از این کابلاش حتی لخ بود سیماش. یه ذره ترسیدم، گفتم والا درست ارزونه ولی هیچ ارزونی بی دلیل نیست. توی آمازون تقریبا 16 تا 17 هزار ین پولشه، ولی بچه اینو من اینجا 12,000 ین بود اگه یادتون باشه. من خریدم 9,000 ین با چک و چونه و ایرانی بازی. بچه‌ها بالاخره بعد بعضی جاها جواب بده دیگه. و از همین کیس بچه‌ها اعلام بهتون میکنم که شروع میشه جمع کردن سیستممون به صورت خورد خورد. و بچه‌ها من واقعا یکی از رویای کودکیم، یکی از آرزوهای کودکیم اینه که خفن ترین سیستم دنیا رو جمع کنم یه روز و امیدوارم که اون روز برسه. دارم واسش تلاش میکنم و چرا که نکنم. الان 26 سالمه بچه‌ها، 4-5 روز پیش تولدم بود و هنوزم که هنوز یه کیس خفن نداشتم تو زندگی. چرا نکنم؟ به به، ببین کی اینجاست. چطوری؟ خوبی؟ سلام کنیم بچه‌ها. سلام نوکرتم، صفت بخیر. قراره ولاگاشو بچه‌ها بهتره کنم. من یه پلیلیست درست میکنم برای این حتما و تمام قطعاتی که قراره بخرم برای این من ویدیو میگیرم. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدین به منزل زیبای من. بچه‌ها همه کیس آنباکس میکنن که دیگه روشن کنه استارت کنم، ولی من فقط دارم خود کیسو یعنی بادی خالی دارم براتون آنباکس میکنم. خب بچه‌ها این شما و این کیس زیبای جذاب. کیس ما رو بگیرم. جلوش خیلی خوشگله. 3 تا فن میاد جلوش. 3 تا فن داره فکر کنم. داره پشمام. یه دونه فن اینجا داره، 2 تا بالاشو بعد خودت بگیری مثلا جدا بذاری. 3 تا فن خوشگل داره. روش دکمه پاور، USB 3.2 نسل 3.2 روش، تایپ C، جک هدفون و ریست. این قسمت هم توریه که 2 تا فن گنده میاد این بالاش. حالا اونم میتونی RGB بگیری که کیس جذاب‌تر بشه. خب بچه‌ها این ور کار یه تلقه شیشه‌ایه، مثل اون یکی پلاستیک نیست بچه‌ها. اون پلاستیک بود، اونی که ارزون‌تر بود. این شیشه‌ایه و حالا توش خیلی معلوم نیست، ولی یه فن اینجا داریم، یه فن این وسط داریم. کیس بزرگی هم هست، سیمای پاور و اینا همه میره این پایین. خیلی خفنه این نسبت به اون یکی. خوب شد اینو گرفتم، با اینکه حتی بازش هم نکردیم میدونستم که شاید چیز خیلی خفنی باشه. و تا RTX 5090 هم توش جا میشه، یعنی کامل جا میشه، هیچ مشکلی میدونم پیش نمیاد. چه کار چی داریم؟ یه فن اینجا هم که در واقع همون خروجی مادربردها میشه، مثلا حالا کارت صدا و فلان اینا همین میاد اینجا هم که کارت مثلا صدا و کارت گرافیک و اینا همه اینجاست. اینجا هم اینطوره. یه سری کارت گرافیک ها هستن که به صورت اینجوری مثلا افقی یا عمودی اینا مثلا نصب میشن. میتونید اینجا به انتخاب خودتون دلخواه یکی از اینا رو پیچاشو باز بکنید، اینا رو وا بکنید و تمام.